رسم رو کنعان دزدید. بعد کسی اومده از کنعان رسم رو دزدید. بعد از نام من به آقای اکرم روان کرد که این کار رو کرده است. رسم رو کنعان دزدید. بعد کسی از او دزدید. باز کسی از کسی دزدیده رسم رو از من روان کرد. این چی است؟ از این فکرها عقلم را گم میکنم. اوف اوف اوف. اونال اچاقم کن. تمام جانم تمام. شکر این خوب کشی نشدیم بلا شد یا توبه. ای شوکت این چه خیلی خراس زنی است، مثل گسله خواب میکشه. در این خونه که در بیرون خواب میروی دیوانه شدی و درون درو. لعنت به کسی که تو رو به اینجا آورد شوکت. با امر خدا و سنت رسول گرامی قدرمان جوان حاضر در شاهدی این دو مسلمان تو بنت سلمت زهرای عزیز زیا ابن حسن را به شوهری قبول داری؟ بله قبول کردم. زیا ابن حسن تو جواب ده، زهرا را به همسری قبول کردی؟ بله. شما هم دیگر رو نمیگیرید؟ چی گپ خودش؟ چرا نمیگرفتم یزنه؟ این یک مکاری بیشرف است. نام این آدم کالتکیل است. چی؟ کالتکیل است گفتید؟ نه زهرا، او میخواد ما را جدا کند، باور نکن. براره دورم سردارم استید این دو جوان نو نکاح کردن، بگذار کارو باراشون حل کنند، بس هر میبره. ابله خاموشی است، به این کار دخالت نکن. براره دورم مرا انتظار شو زهرا، میوایم برگشته میوایم البته. استادم رو با کجا میبرید؟ دمت را گیر، او حتما میوید. مادر میگویند که زهرا با داملا زیا نکاح دینی کردند، نکاح رسمی نکردند، راست است؟ چی خیلی نکاح؟ توی آنها اینقدر وقتها ساخته بوده است. چی؟ زهرا تو با من چیکار کردی دخترم؟ بابا جان من از کجا میدونم که داملا زیا ملای ساخته است؟ ما را فریب کرد من بگناهم. من به حیثیت تو بازی نکردم زهرا، من تو رو دوست داشتم. من تو رو دوست داشتم.
این دفعه خلاص نمیشوی کالتا کلاس. جایت پشت پنجره است. تو دامولای ساخته ای، همه چیزت ساخته است. ای نمیک از خدا بترس. بر دروغ تهمت کردن کسی گناهی عظیم است. بترس از خدا. این بس یک از بسیار دامولای تهمت گناه نکنید. است. 80 سال سودش کنید. ساخته کار. شنون جزا میگیرد کی؟ پروا نکنید استاد. پیش خدا راست باشید شو. قرار. از تو خلاص شدم. خلاص شدم. اکم یه گناه ندارد، اکرم یه گناه هست. خواهرم اکم را نبرید، برو گرفتن نمیتوانید. اکم این آدمان چرا شما رو تهمت میکنند؟ آخر شما گناهگار نیستید کو؟ اکای من هستید، اکای قهرمانم هستید. نمیکردید؟ خواهرم این آدمان چرا به شما چنین گپ‌ها میگویند؟ خواهرم اکا چرا اینقدر زلو مرا تنها گذاشته رفتی؟ خواهرکم من تو رو اصلا تنها نگذاشتم. دیگر مرا تنها نگذاری. تو را هیچگاه تنها نمیگذارم خواهرم. برادر خواهرم خوب هستی؟ من تو را هرگز فراموش نکردم. تمام برادر فراموش نکرده ای. شد تمام آرام شد. چینگیز زاغی سیاهش کی است؟ ها؟ با نبیره اکرم با زهرا چی علاقه داشته باشد؟ ها؟ شاید اکرم برای دزدیدن رسم با زاغی سیاه پول داده باشد. ها؟ رسم را از من دزدیده مرا فریب کردنی است. اکا این رسم کلینش بوده است. پس خاطرات عائلویش بوده است. عیناً همین خیلی. از این پس رسم برایم وجود ندارد چینگیز. من بعد همه کارم برای زاغی سیاه است. از خانه کنان رسم دزدیدن را با او نشان میدیم. همه اتون رفته زاغی سیاه را تمام اکا. تمام اکا می شود اکا. تو چی خیلی او را میابی ها؟ گویا چی خیلی یافتنی او را میدانی ها؟ گو زهرا را تعقیب کنید. شاید آن دختر برای زاغی سیاه مهم است یا اینکه دوست داشته‌اش است. دختر را تعقیب کنید. اگر شاید زاغی سیاه را یا به چینگیز. مرا فهمیدی؟ فهمیدم اکا. رفته در سرش خلطه کشیده بیارید. اطاعت اکا. ایوه چیکار میکنی؟ با خدا من آنقدر امید هم ندارم که خواهرم با پلیس رفته درباره من با اویله هم از پلیس چیزی پرسیده باشه. سلام علیکم. ای برادر شاید تو رو نمیشناسد. از کجا میشناختن شوکت؟ من 20 سال شد که از آنجا گریختم. بله درست میگویی. ای تو شناسامت رو عوض کردنی بودی، تا حال عوض کردن نتوانستی. نه نتوانستم، لیکن امید دارم به نزدیکی میشود. نصیب باشد برادر. اینقدر آدمی بدبختی هستی برادر. جایی که حجت‌های خواهرت گذاشتگی بودند آنجا سوخته خاکستر شده است. این چی تقدیر است؟ چیکار کنم شوکت؟ اگر من بخت می داشتم همراه تو میگشتم. خواهرم در خواب مرا جیغ میزند شوکت. سالها شد که او را ندیدم، اما ناامید نشده باری هم از گفتگوی خواهرم دست نکشیدم. خیر میابی برادرم انشاءالله. خواهرت را میابی انشاءالله شوکت. خیر تا دیدار. بله برادر در امانی خدا.
جان خدایا دستتان درد رو نبیند. امشب آقای اکرم اکای اونال به دومولوزیو دعوت کرده است. هم برگردانیدن رسم را جشن میگیرد و هم هر دو دومولد رو به یکدیگر شناس میکند. مادر جان اگر مویهایم رو همین طور گذارم به من مزیبیده باشد یا اینکه نه؟ ای جانم این هم سوال شد خیلی که خواهی. یعنی اگر همین طور کنم بهتر میشده باشد. یاسومن تو برای کی خود را اینقدر زیبا میکنی؟ ای مادر جان این را بین، یا اینکه تو برای پسری خلیل خود را زیبا کرده ایستاده ای. ای مادر جان همین سخنهایتان رو یک طرف گذارید. راست میگویم، بله راست میگویم. من تو را برای یک عمر خدمتگار بودن نزاییدم. روز تو هم لباس عروسی میپوشی، روز میشود که ناله خوردنی نمیابی و یک بار در خنوکی دیررس بلرزی، آنگاه به قدر گفته های مادرت میرسی. اینقدر وایمه کردید مادر جان، مانیدم این گپایتان رو. یاسومن این چی است؟ هیچ چیز نیست مادر جان. بیده ببینم. برای زاد روزی دوگانم توفه گرفتم برای ریکور. خیر تو خواهر کی رو دزدیده ایستاده ای؟ اکا این کارو نکنید، نکشید عزیزی مرا. دمت رو گیر، تو گپ نزن. اکاییست دستت رو آلوده نکن، اگر او را پرانی من دیگر به هیچ کس خونه دار نمیشوم. دمت رو گیر گفتم. اکا ما خونه دار شدیم، نکاح دینی کردیم. چی؟ نکاح دینی کرده؟ بله اکا ما خونه دار شدیم. خواهرت زن حلالی من شد. من یگو گناه نکردم اکا. کی شما را نکاح دینی کرد؟ دومولو کرد اکا. کدام دومولو؟ تیز گوی تو هر دویتان را به اون دنیا روان نکنم. اکا ببین من گفتم که ما رو حاضر نکاح نکنید. اول ما رفته نکاح رسمی کنیم، بعد پیش شما اومده نکاح دینی کنیم. اما ما رو مجبوری نکاح کرد. من گناه ندارم اکا، او ما رو مجبور نکاح کرد. رمزی تو چی ها میگویی؟ مجبوری شما را نکاح کرد. او چه خیل دومولو است؟ آن دومولو در کجا سود گوی؟ چی گپ است؟ ایستا خواهرم را تو مجبوری نکاح کردی؟ یا خدای چه خیل نکاح برادر؟ سلاحت را گیر. مرتضی ایستا شاید این دیگر دومولو باشد. اکا بس کن همین دومولو است. رمزی گفت کو ما را مجبور نکاح کرد. ای رمزی تا از اول با من معقول نشده پسر شیطان. ای برادر از دامولازیا از پشت آن رسم خیلی وقت شد که عذرخواهی نکردیم. چنگیز زودتر ماشین را ران. اکا تو گناه نداری، در اصل گناهگار دامولا است. با یاد تو زاغی به شرف را آورد. گناهگار دامولا است، همین خیلی نه اکا؟ ای نمیک سالها گذشت تو عقل یاد نگرفتی، برعکس عقل نبوده را گم کردی. این دامولازیا نیست ها؟ چه کار میکنید؟ ها؟ چه کار میکنید؟ چه کار میکنی؟ شما چیکل بسری دامولا سلاح میبردارید به ایمانهای احمق؟ این آدم خواهر مرا مجبورا نکاح کرده است. جوابش را میدهد. ای چنگیز بسیار آقی پدر را دیده بودم، اما مثل اینش را که برای نکاح کردن آدم دیندار به سرش سلاح کشد یکم بار دیده ایستادم. والله گم شوید، مثل انسان نکاحی حلال کرده است. دفع شوید. دامولا با دل نگیرید برای آن حادثه گذشته. مرا ببخشید که از شما عذرخواهی نکردم.
با خدا هیچ گپ ندارد جناب کنعان. آن حادثه را من فراموش کردم. ببینید پرابلم بالای پرابلم است. خیر بیاید شما رو برده رسانیم. با کجا می روید؟ تشکر. منم خیلی یک راه گشته آرام شوم گفتم. دامولا اگر اینها باز آمده شما را تهدید کنند با من گویید و آنگاه دیگر مشکلی نمی شود. استغفرالله آقای کنعان، کم نباشید. تشکر. دستتان را ببوسم. استغفرالله. دامولا خدا نگهبان. خدا نگهدار. اوه خدایا، کنعان دیوانه حق است. بعضا کمکش میرسد. اوه گلسون ایستا، خودت را نپردو. با خدا نیو، خدا با پایان میپرتویم. این کارا نکن. ایستا خواهر، این کارا نکن. خودت را نپردو. گلسون خواهرم، ایستا این کارا نکن. یا خدایا. ای خواهرک خوشرویم، تو در اونجا چیکار میکنی؟ من دیگر چاره ای ندارم آخی. دیگر زندگی کردن نمیخواهم. ببین آرام باش، این کار را نکن. ایوه دوملا چیکار کنیم؟ با او چی شده باشد؟ او را به مردی نمیخواستگیش به شوهر دادمیم. همین خیلی میگوید. استاد یکان کار کن که خودش را نپردویم. تمام بس کنی. ببین آرام شو، این کار را نکن. فهمیدی؟ دیگر چاره ندارم دامولو. من خودم را میکشم. هیچ خیلی گبزه نیست. ببین من با اکات صحبت میکنم. دامولو این بیفایده است. او هیچ چیز را نمیفهمد. ای خواهر، ایستا، خودت را نکش که خودکشی حرام است. دوزخ میروی. ایستا گلسون نکش خودت را. ایستا این کارا نکن. خواهرم ببین کاری خطا میکنی. با پایان فرا گناه نگیر. دیگر چاره ندارم دامولو. ببین ایستا، من به پیشت میوایم. تمام. خودت را نپرتو. ایستا همونجا. گلسون نکن. ایستا، نکن این کار را. ایستا، خودت را نپردو. ایستا من با بالا میبرایم. ایست. همه گروه ها با دقت باشید. در محله چیپ دفاع یک دختر خودکشی دارد. کسی که در نزدیکی آن محله است به آنجا روید. تمام. سردارم، ما بسیار نزدیکیم. جواب دهم. میدونم به همه کار همراه نشو. فهمیده شد مرکز. من کمیسر کرم اونال به جای حادثه روان هستیم. دولا شای. با تو نشان میدیم. گلسون قربانت شوم. با پایان فرا. عذری زیاد دامولو. دیگر چاره ندارم. برای من دعا کنید. نه این دختر خودش را میپرته. خدایا چرا من به نگاه آنها شاهد شدم؟ نمیدونم برای چی شدی. عجب. گلسوم ایستو عزیزم. خودت رو نپرتو. من به تو چی کار میکنم؟ دامولو التماس یکان کار کنه. من چی کار کنم؟ چیزی که میتوانم کردم. گلسون آنجا ایست. من پیشت به بالا میبرایم. ایستا دخترم، خودت رو نپرتو. خودکشی گناه است. ولی همه کسی خاموش پراکنده شد پلیس بیاید. دل به خطری رو کشه. مردم رو دور کنه. زود باشید. زود. یک طرف ایسته. خدایا این دختر رو نجات ده. چیکار؟ پراکنده شوید. ای پسیله تبه زوخی. چی خلو نمیکنی؟ چی داری؟ یا برگفتم کمیسر تنجی است؟ خوب هستی؟ سلامتی خوب است؟ خوبم. تو اینجا چیکار میکنی؟ ای خدایا اینقدر آدم جمع شده است هیچ گپ نه و من اومدم گپ میزنی. ادو شو. او را گرفته بر از اینجا و پس لنته بر. ای دختر خودت رو به دست گیر.
چهارچشمه به اونجا برآمده میتوانی؟ سردارم برآمدن میبرم اما از آنجا مرا کی میفرارد؟ اما اونجا ایستایی نفرار. بیا پریکول نک سردارم. دختر ایست خطنده پرتو که پر خدا حیف میشه. ایست گروه یار رسال نرسی. مرد باشی خطه پرتو؟ نه پرتو ای روش سیاه میکنم. نکن آخیر. ایستا دخترم خودت رو نپرتو. ایستا میگویم ایستا. ایستا سردارم به خدا خچه میپرتویا. یک گپ نزن خاموشیست. کمیسر یک طرف ایسکی در بلود نغلطه. ای دمت رو گیر. ایلنتا این طرف تو حق نداری خچمه این خی گپ زنی. خاموش دم تا بگی. ای بیا سر ویرو نکنی. ایستا دخترم گمسون. ایستا نپرتو این کار رو ایستا ای دختر نپرتو خودت رو نپرتو. خدایا مرا ببخش. دخترم چرا بیهوش شدی؟ اکنون من با تو چیکار میکرده باشم؟ خدا را شکر که من دخترم با وسیله این نفر نجات. شکری خدا که نغلطیده. کی بود؟ سردارم برگوش خدا این طرف نیارد. آفرین برادر آفرین. احسن با خدا یردم کنی شرنگ یردم کنی من ای. این آدم کجا گم شد؟ الو دختر در پس بینا بیهوش خوابیده است. الو تو کسی برادر؟ زاغ سیاه. زاغ سیاه؟ زاغ سیاهش کی است؟ کی باشد؟ همخی فرومد با شارز در روی زمین همخی تیت پیچید رو ده همخی دود چنگ شد. اگر همون دختر میغلطید این همه خیلی میشد. شوق‌آور. شوق‌آور؟ همه خدرک؟ آخر چیزی رو که با چشمانم ندیده باشم چگونه باید باور کنم؟ من فکر کردم تو حالی مرا بوسه. برادر تو عالم عجایبو تا ندیدیده. دیدم شوکت دیدم. دیدی؟ پس چرا من تو رو در اونجا ندیدم؟ من اینقدر خورد شدم همه محله گپی تو رو میگوید. گفته های محله رو برادر یک طرف گذار مرا گوش کن. من با دو چشمم حادثه رو هم از برش هم از پایان هم از پرش دیدم. بس شین. دامولا چای بیارم؟ والله که خوب میشود. در چشمکات مرمد یک ملاشنی کافی بیار. حاضر. بسیار جای خوب یافته. هیچگاه از اینجا نرو. دهانت را پوش. بخدا میرم میبینیم دهانم باز میشه و چیکار کنم؟ تو بودی ها؟ همه چیز رو تو در حال میفهمی. البته که میفهمم. چه خیلی فهمیدی؟ از نقاب رویت هنگامی پیش پیتک رفتنم آن نقاب رو پوشیده بودی که البته میشناسم زاغ سیاه. دمت رو گیر دیوانه. حاضر همه میشنود. استاد؟ یا خدایا توبه هجری از پسم آیسته آمده. استاد گفته کدام روز مرا تلخ کف میکنی. استاد نقاب کشیدن جایزه است. انا بر تو. بسیار سوالی خوب. من هم انتظارم. در محله هم همین گپ است. هجری ببین پسرم، اگر برای یک کاری خیر باشد خوب است، اما اگر برای ضرر آدمان باشد هیچ جایز بودنش جای ندارد. ببین میگویند که دشمن دانا به از دوست نادان راست است. به خدا نگهدار. نقاب را برای نیکی کردن پوشیدن جایز است. استاد خدا از شما راضی باشد. شب خوش به شما هم. من باش که خیر. تو هم هجری خدا راضی باشد. تسبیح 152 نگه نداره؟ نفهمیدم. چی جای نفهمی دارد؟
150 دانگیش باشد لیکن دانه هایش خرد باشد. همه خیلش میگویند که دارد. ягон тасбеҳ зебое ки донаҳояш 150 то бошад. گوش کن تسبیح فقط دو نمود می شود یا 33 دانه یا اینکه 99 دانه. همین زیبا است. بله زیباست. این خیلی بین زیباست ولی من دانه هایش را بسیارتر میخواهم. намешавад дар дасти одам намезебад. ما برای دامولای مسجد خریدنیم تا که در دستش زیبا تا بر. برای دامولای مسجد همین تسبیح موافق است. 150 یا 200 دانگه باشد. نرخش مهم نیست. سر ویران نکن چونه تسبیح نیست. ай тамом фаҳмидам. чаро дод мезанед? тасбеҳфурӯшӣ ганда будааст. зӯроҷон мегӯянд ки тасбеҳгардонӣ одамро ором мекунад. ӯ тасбеҳгардон нест ҷонам, ӯ тасбеҳфурӯш аст. селин хайр ин хел ки бошад 99 донагашро диҳед мешавад. аммо дар ҳар як донаи тасбеҳ зиё нависед мешавад? намешавад? пас ин тавр бошад шумо нанависед. дар як пакет мисли тӯҳфа бигиред басанда аст. тамом. майлаш шуд. мӯи сафеди хира будааст. хира тавба. бисёр қаҳраш кард селин. وای داد گردن بندم نیست. همه جو رو کفتم نیفتم. چی داد زده ایستادی؟ گم شد به ما چی؟ کفته یاب ما محافظ توییم. شهناز در وقتی تازه کردن یگون گردن بند نیفتی؟ не хонум тулин агар хоҳед дарҳол кофтукоп карда меёбам. майлаш حتما اون گردن بند با من بسیار ارزش داره. тамоман ғам нахӯред. онро ҳатман пайдо мекунам. انشالله مییابید. اگر نیابید دیوانه میشوم. بسیار گردن بندی قیمت بها بود. قیمت بها بود است. یوسمان این رو از کجا یافتی؟ خانم تولین توفه کرد. یوسمان این بسیار قیمت بها است. چرا توفه کرد؟ خانم تولین از اینها بسیار دارد. اینش را از تحت دل به من توفه کرد. از او میپرسیدم که چرا توفه میکنید؟ من شبهه دارم. و اونقدر زنی خوب نیست کو. این گپ ها را یک طرف گذار. میخواهم که تو این گردنبند رو به گردنم آویزی. یعنی گویا تو به من خریده ای. یوسمان من این خیلی چیز رو گرفته نمیتوانم. ای آغوز رد نکن. چند بار دیگر تو رو زاره کنم. گویا تو به من توفه کرده ای. زود باش لطفا بسیار آشوب نمیشود. مایلش زودتر. مایلش میبندم. مویهایت رو جمع کن. چخیل زیبید. بسیار زیبید. بسیار زیبا شدی. سرودی نوتکرار، نوای شیرین، احساسی بلند. Я других не замечал, Лис. Ты поверишь? این همه در کلیپی سمیر. Я других не замечал. Жаль, что нет. یعنی تو رسم را ندوزدیده ای؟ نه کمیسر من ندوزیدم. پس رسم را کی دوزیده است؟ وای زوغ سیاهش کی است؟ نمیدونم مامان گفت که من سیاه هستم. زوغ سیاه گفت. چی خیلی بود از زوغ سیاه؟ بله همین طوری که گفتم. قدش مثل خانه 2 متر بود و در رویش نخوب کشیده بود. همین خیل بود یعنی. بعد ناگهان گم شد. این پسر گروه از سر دارم. این دیوانه بوده است. نمیدونم عجینه رو دیده است. باید تو دعا خونی. دعا خوندم. یگان دوزی شناس 2 متر قد دارد؟ نه از همه آنها دیده قدی من بلند است. اینها چه خیلی دوزن؟ سردارم میگویم که نگویم لیکن میگویم در سر من فقط یک از تاب میخورد. آن هم کلته کلاس. خوبش نمیگوتی چارششمه. نگو. در اصل مردنش هم گفتنی بودم به خدا. مرد رحمتی ماشاءالله بسیار آدمی بزرگ بود. شعری نر بود. خاموش دمت را گیر. من نه او را فراموش میکنم تو باز به یادم میاری. او مرده رفت لیکن دلم میگوید که او حالا زنده است. اما بسیار بیزی بود سردارم. جنازه‌اش رفتم با او دیدن نمیشد. علمم کرد.
بسیار عشق رزوند. ها در جنازه‌اش من هم بودم. یه بچه‌مو گورکان خودت نبودی؟ در اون طرفی تو بود تو نبودی ها؟ بس کنید آن آدم باز چی گفت؟ وای زهرا گفت. زهرا گفت؟ بله. زهرا گفت. بر خدا زهرا گفت. الو زهرا جانم تو زاغ سیاه گفتنی آدم رو میشناسی؟ زاغ سیاه؟ نه یکم بار میشنوم یزنه نمیشناسی یعنی؟ نه یزنه چرا پرسیده ایستادت یا که بر اسم یکو علاقه داره؟ نه جانم هیچ چیز نیست همین خیلی یک پرسیدم تمام جانم چی میگوید؟ با تو چی؟ او را گرفته برید روید هر دوتون روید شما را نبینم من رو تنها بگذارید زاغ سیاه کی باشد؟ تو کی هستی؟ خدایا توبه مادامی که ما زاغ سیاه رو نمیابیم پس خدا شاید چینگیز میدانی که انتظاری را دوست نمیدارم زهرا گفتنی دختر را یافته نزد من بیارید مادامی زاغی سیاه زهرا گفته است چقدر این زهرا با او عزیز است خواهیم فهمید چی ایستاده زود برو با چشم سردار رفتیم بچه ها یاسومن حالا ایستا با تو نشان میدهم بچه ها خوب هسته؟ رحمت پدر ما خوبه چه خیلی از شما اما که خیلی خوب هستید. خوبم یاسومن دخترم در سایت چی خیل؟ خوب تشکری زیاد. یاسومن رفتیم دخترم رفتیم مادر چیکار میکنید؟ یاسومن گفتم چی شد خانوم نشیده؟ بچه ها اینجا صحبت داشتن؟ آقای خلیل با فکرم با فرزندتان صحبت میکردید بسیار خوب میشد از دخترم دورتر ایستد مادر راه کرد میرویم یاسومن چنچه آقود؟ نفهمیدم اکا تموم گیرید این گل رو دارید ادعب شوی باز آدمای محله نبیند آبرویمون ریزد این چه خیل میشود اکا این گل ها رو باید شما با دستتون گیرید ببین پسرم دل ینگه سوالت رو میابم این یگانه راه است حالا میبینی که ینگه سوالت دیوانه من میشود البته اکا این داملای ساختکار باز در همونجا هستن سرده باز قهر ینگه رو میوری عاشقانه رفتار کن رفتیم اکا عاقبتش با خیر باشد گیر دست گل رو هیچ کس مرو ندید نه اکا کی میبیند این فرصتی شما است دستگو چه؟ زیبا اکا بسیار زیبا مقلش میشود؟ بله نمیک تو اینجا چی میکوبی؟ دل جانم تو هستی همینجا شنیدم زور گفتی اکا تشکر برادر رحمت دوی رو سرده کرده از اینجا روی خوب میشود برایت گل قیمت گرفتم من از تو گل نمیخواهم نمیک کی میدوند که باز از کجا این گل رو دوزیده آورده ای به من در حقیقت این رو خریدم نمیک اگر خوشبختی مرا خواهی من بعد پاید رو به اینجا نگذار لطفا این رو به خاطرت گیر مایلش ها اقدی پس تدمورم گیر بوی کش سیبل
از گلها الرژی دارد. من این رو نمیدونستم. البته نمیدونی. از روز تویتان باری با او گل نگرفتی. بیا سر گرگ نکه. آب بیار زودتر آب بیار. چی شد برادر؟ از گل الرژی داشته است. حاضر پاک میکنم. برادر او رو برداشت بجنبانم به خود میبین. سفسطه را بس کن شوکت برداشته جنبوندنش باز چی است؟ یک به بیمارخانه بردن نشان دهیم. چخیل بیمارخانه؟ تو خودت با بیمارخانه نیاز داری. بس او نکن الرژی دارد. مگر همین رو نمیفهمی؟ تو مرا از زنم جدا کردنی ها؟ نمیک چه؟ یا خدایا. نمیک از اینجا گم شو. لبه چینگیز. مایلش حاضر می آیم. کاش که اون زاغی سیاه آمدن نمیک رو از اینجا دور کنن. مایلش سیوال جان خدا دو احتیاط کن من می آیم حاضر. کسی که شما را نجات داد او را دیدید؟ نه کمیسر، من بیهوش بودم اما وقتی من رو به زمین گذاشت یک چیز رو دیدم. در کتفش یک رسمی بود. رسم چی بود؟ خاموش. رسم کشیدگی بود. در کتفش رسم کلتکلس رو دیدم. کلتکلس میگویی؟ این دختر همه خیلی ساده میتوبه بود یکی بسیار شوره. دامولو از شما عذری زیاد میخوام. هر وقتی که نمیک به اینجا اوید یکم بلا رو با میدید. خدا برای من یگان مشکلی ندارد خانم سیوال. با شما چیزی نشود گفتم میترسم. دوملو یک چای بیارم. اگر زحمت نشود. نمیشود. یک لحظه برادر من بینم در چایمون بود زهر نندازم. بیشی جگر. ای زهرو از اون پخت و پس به دامولو نگرفتیم. میدونی چه خیلی بامزه تیار میکنند اون رو. بسیار بلازد میپزد لیکن اگر عادت کنی دیگر خودت رو داشته نمیتوانی. دومولوزیو رو با سیول ببین. سیولش کیست؟ آن روز به تو گفته بودم که با دومولوزیو یک دختر عاشق شده است. با یادم آمد. خودش رو شیرین کرده ایستاده است. هیچ شرم نمی کند که دومولو آدمی در نکاح بوده است. حاضر من به این دختر نشان میدهم. به او امکانیت نمیدهم. او رو ببین چقدر خوشبخت می نماید. زود بیرم. خانم سیوال این گلها در اینجا مانده. آنها را پرتایم. دیگه دومولو من میپرتایم. چخیل تکرارا الرژی نشود. با اینو کشیده میپرتایم دومولو. با او باز دست گل میدهد. وای وای وای. دومولو زیاروبین به چی کارها مشغول بوده است. رفتیم سلیم. من این رو رفته پرتایم دومولو. زهرا صحبت عاشقانه تان را ویران کردن نمیخواهم اما برایتان یک تحفه گرفتم آن را دادن میخواهم. گیر جانم. یا خدای این برایم یک سورپریزی کلان شد. شما هم برای ما سورپریزی کلان کردید. من این سورپریز رو کشویم. شما شینه چرا ایستاده اید؟ نمیشینم. باز شما را ناراحت نکنم. روز بخیر. ایستو شیرینی خواستم اون رو میخریم. شیرینیشان از خودشان سیلین. رفتیم. خانم زورا قرد داشت دومولو؟ با فکرم توفه رو کمی با غضب به تو هدیه کرد برادر. همه خیلی نه؟ عجب تحفه تسبیح. با اجازت شما خانم سیوال روزهای خوب. خیر شوکت تا بازدید. روز بخیر.
ما همراه سیوال جان شاید رو می نوشیم بشی اصلا بچه ها اکای کنون اون رسم رو فراموش کرد میدونم اگر این کار رو حل نکنیم حیاتمون برباد می رود خواتیر نباش اون نقشه رو کشیدین آن درازه هست کو در 45 ثانیه کشاده می شود تا آن وقت دختر رو دستگیر میکنیم اکا بین زهرو می اوید لیکن همراهش کسی هست کسی باشد تو زهرا رو نگیریم از اینجا نمی رویم این طور باشد زود رو دستگیر بکنیم یک دقیقه وای دومولوزیون نیست اینجا چیکار داشته باشد ای لعنتی در همه جا از پیشم میبرایی خودتون رو با دست گیرید اکا ای بیا این کسافت رو پرانده دختر رو گرفته میرویم چیش داده دومولوزیو آدمی محترم است محترم آدمی محترم اکای کنون با او بسیار احترام دارد بعد آرام شو تو خودت نگفتم دیگه زورو رو دستگیر نکنیم حالمون بد میشود ها تو دومولوزیو نرود به زهرا دست نمیرسونه اگر از این کار کانون با خبر شود ما را زنده نمیموند ای بیا مونه خوبی بختا کانون دومولوزیو رو بسیار حرمت میکند بعد اینجا میشینیم زهرا رو بعد دستگیر میکنیم خیر он севал домулозиёро аз ту мегирад ҳоло мебинем ин тавр бошад тӯи сохтаро ба анҷом мерасонам уф лекин ба бобоям чӣ мегӯям селин ҳа ин духтар аз куҷо пайдо шуд кошки хушрӯ бошад о рашк мекунӣ чӣ хел рашк селин сафсата нагӯй ин чӣ алоқа дорад ё худоё дарди ман танҳо тӯл додани ин тӯи сохта аст ба ёд дорӣ ҳафтаи гузаштаро бобоям ҷудо шудани моро дида чӣ хел ғамгин шуда буд хайр дидӣ ку чӣ хел ба ӯ гул медод бале ҳама медонад ки шумо бо домуло фотиҳа кардаед бадзод ин ба домуло намезебад чӣ ту барои масхара ҳастӣ ҳамеро гӯй ахмақ زهرا یا خدایا نمیشنود یا اینکه شنید و جواب دادن نمیخواهد دختر رو از مام تو نجات دادی رسم رو هم از کنعان دیوانه تو دزدیده و به خانه آقای اکرم از نام من فرستاده چرا زاغی سیاه تو کی هستی آدم سردارم به فکرم معلوم است چی معلوم است کی بودن زاغی سیاه کی بوده است کلتکل است ای دوشب مرد وای مرد سردارم بیان توی داده دختر رو فکر کنید گفت که در کتفش رسمی کلتکلاس کشیدگی بود باید دارید جسدی یافته ما رو رویش را شناخته نمیشون چقدری که شما رو زارا کردم که تست دینکا گذارانیم شما گوش نکردیم تمام برایم آفرین چارچشمه مثل موش گربه رو قپیدی چارچشمه با من آفرین گفته سردارم من موش قپیدم بله تو را گفتم زاغی سیاه کلتکیلس است زنده است وای آفرین با من سردارم مرا آغوش نکن در حال از خود نرفت چارچشمه سردارم از دستم خلاص نمیابی این دفعه به آسانی رها نمیابی کلتکیلس زاغی سیاه آفرین آقای اکرم خوب هستید؟ تشکر خوش آمدید وقتی که شما را میبینم خودم را خوشبختیس میکنم در رویتان یک نوری است چه خیلی که نباشید انسانی مبارک هستید از رویتان نور میبارد دام الله بسیار تعریفم کرده جناب اکرم من یک زهرا رو دیدم و روی تحفه به او تشکر گفتن میخواستم بخیر است؟ او با من بسیار یک تحفه زیبا کرد بینید مرا در حیرت گذاشت نبیره من چقدر خوب فکر کرده است آفرین به او
امروی سلیم به بالا برآمد. اگر خواهید به پیشش برایید. مرحمت. تشکر جناب. روزتون بخیر. مرحمت. آدمی خوب هر وقت در همه جا معلوم است، چون که از روی مبارکش نور میریزد. نور. کی است؟ منم زیا. چرا اومده باشد؟ من نمیدونم. جدا شدنم ما رو میگفته باشد. عجبا. نه، عذرخواهی اومده است. هوشیار شو، زور خودت رو سست نگیر. درآیید. سلام. سلام. خانم زهرا، وای من برای تشکر گفتن آمدم. یعنی تحفه کرده تو بسیار زیبا بود. بشوخی نصیبتان کنه دامولا. اکنون تو رو بسیارتر یاد میکنم. ببخشید یگان نافهمی است. یعنی در مغازه شیرینی ها بسیار خشمگین بودید؟ نه، خشمگین نبودم. خطا فهمیدید. شاید خیالاتت به دیگر کس بود و این خیلی گمان کردید. دیگر کس گفتید؟ با محبت نگاه میکردید. چشمتون رو از آن دختر نمیکندید. ببخشید کی رو در نظر دارید؟ سیوال رو. خانم سیوال؟ ببینید دامولازیو، شاید شما هم دیگر را دوست می‌دارید، اما همه می‌دونند که شما با من فاتحه کرده شدید. با این کارتا شما هم مرا و هم دیگران را شرمنده میکنید. میفهمید چی کار میکنید؟ یک دقیقه چه خیلی دوست داری؟ کدام خیال چی ها گفته ایستادید؟ من نمیفهمم. عشق بین شما و خانم سیوال رو میگوییم. معلوم است که شما یک دیگر را دوست می‌دارید. من با خانم سیوال یک دیگر را دوست می‌داریم؟ این خطا است. دامولازیو، شما این خیل نکنید لطفاً. با من دروغ نگویید. ما دیدیم که شما به دختر چه خیل گل دادید. ببینید خانم زهرا، آن گل ها رو من نگرفتم. آن دسته گل رو در اینجا شوهرش نمیک پرتافته بود. باز برای شما شده است شوهرش برآمده است. به خدا که من قایل. چقدر موضوع رو طول دادید. ببینید خانم سیوال اگر مرا حرمت کند هم تنها از آدمگریم و در محله دامولا بودنم حرمت میکند. بین ما چیزی دیگر نیست. چی گفتنید خانم زهرا؟ من حقیقت رو با شما گفتم. چرا این طور با من نگاه میکنید؟ یک دقیقه زورو جان، یک دقیقه. من میفهمونم، چون که ما زنها یک دیگر رو بسیار خوب میفهمیم و به دلمون باور داریم. آن دختر به شما عاشق شده است. عاشق. خدا توبه. چقدر زنها ساده هم برادر هم؟ به خدا که راست. چشکبوته که مرا به تو عاشق برآوردن گوی؟ هیچ نپرس، خوبش فکر کن که چیکار کنی. ببین برادر، فکرهای پنهانی هم را به تو میگویم. زهرا تو رو رشک میکند، همین خیلی نه؟ من تو یک چیز میگویم شوکت، من هم این فکر رو داشتم. گمان میکنم زهرا مرا رشک کرد. یا اینکه نه. چرا رشک میبرده است؟ رشک بوده است؟ همین خیلی؟ باز دامولازیو فکر نکند که تو رشک میکنی. سفسطه نگوی سلین. در حقیقت ما بسیار بد واهمه کردیم. او رو زیاد پرسیدیم. برادر، اگر زن اینقدر داد و وای کند خوب نیست. ای پسر چه خیلی داد و وای. خریب که مرا زنده به زنده آتش میزد. یعنی مثل دیوانه ها از چشمانش آتش میبرامد. قسم بخور. به نام الله. پس حالمون خیلی بد است برادر. زهرا به تو عاشق شده است. عاشق میگویی؟ نخو. نه البته دامولازیو این طور فکر نمی کند. سفسطه گفتی. به خدا همین طور است. اول توفه، بعد ناز کردن. نفهمیدم. درست. نباید او بیهوده امیدوار شود.
بیامان به خودم رو به امید نکن شوکت. هیچ خیلی بیهوده؟ با چشمانم دیدم که دختر قریب از رش کفیده مرد. در حقیقت هم خیلی است نه؟ یعنی زهرا با من، اما ببین در حقیقت باور داری؟ این کار ناممکن است سلین. دوملوزیو و من. نه این طور شدنش رو فکر نمی کنم و باز امیدوند که این خیر شدنش ممکن است. میدوند؟ نمیدوند باید داند. اکا همه چیز رو فهمیدیم. چی بود است؟ رسم رو با اکا اکرم دامادش برده است. دامادش؟ بله اکا دامادش. دامادش کی بود است؟ بسیار در حیرت میمونید. کمیسر اونال. چی؟ کمیسر اونال داماد آقای اکرم بود است؟ بله اکا. در این خبر رو از کجا فهمیدید؟ نمی که ما هست کو؟ خیر در مغازه شیرینی ها این رو شنیده است. زاغیسیا گفته رسم را با اکرم اونال برده است. ببین این کاری کمیسر را ها؟ شما مرا بازی چه خیال کردید؟ انتقامم را شمایان میگیرم تا بگاه انتظار شوید. معلوم که از همه قیمتترین آدم برایت زهرا بوده است آقای اکرم. که ببینیم نبیره قیمت بهایت را دامادت برگرداندن میتواند. میبینیم همه این کارها را برای تو را یافتن میکنم زاغیسیا. کی بودند را به نزدیکی میفهمیم زاغیسیا. چنگیز لبا یکا مرا گوش کن. این دفعه بهانه نمیخواهم. دیوانه میشوم به خدا. زهرا گفتنی دختر را یافته به نزد من بیاره. روید. رفتیم. حالا میبینی آقای اکرم، میبینیم دامادت این دفعه چی کار میکند. بابا جان من میبرایم. بخیر است؟ با کجا داریم به وقتی؟ بابا جان هوا سرد است. داملوزیو اینقدر راه و پیاده نآید گفته فکر کردم که او رو از مسجد با ماشین بیارم. تو رو انتظار است؟ نه سورپریز میکنم. او را چه خیلی افته میتونی؟ به تلفنش زنگ میزدی؟ در اینترنت وقتی نماز خفتن رو دیدم تا تمام شدنش در آنجا میشوم. خوب نبیرهی خوردکه که من همه چیز را فکر کرده است. بله دیر نکنی دخترم. تمام. اینترنت همه را ویران کرده. یاسومن این گردنبندی مادرم رو تو از کجا یافتی؟ خانم تولین به من هدیه کرد. ها؟ نه هرگز باور نمیکنم. مادرم یگون چیزش رو حتی به من نمیداد. راستش رو میگویم باور نکنید از خودش پرسید. میپرسیم رفتیم همراه هم یک جای میپرسیم.
چی گپ است این حکیان؟ فرا چی گپ است؟ شما برای چی کار میکنن؟ سر دهید مرا سر دهید یاری دهید مرا به کجا میبرید سر دهید یاری دهید یکو کس هست یاری دهید یاری دهید زهرا خب حلنامه گناهگار سفرов در رفت تفتیشات تمام گناه های شما با دلیل های انیق کشاده شده است. یعنی سود ناحیوی شما را به مهلت 9 سال از آزادی محروم میکنند. اگر یگان درخواست داشته باشید در مدت 10 روز میتوانید که پیشنهاد کنید به سود ناحیوی. خب شما راضی از حکم؟ محترم دوستان از حکم شما راضی؟ خب گناهگار سفرов اگر یگان سخن آخرین داشته باشید مرحمت. رفیق سودیا لبه اینمی مسافدی پدری ما 90 ساله. خب 90 ساله. او مرحمت. امی روز گپ درم خونه خورده خواه. خب بعد خورده خواه همون وقتا پیش داد 3 سطل او میوار برای خونه را حاضر یکم سطل او هم خونه را هم نمیاره. پدر شما یعنی که با این سود شما چی دخل دارد؟ 92 ساله بودنش به ما چی دخل؟ این سود دخالت داره. نگاه کن رفیق سودیا هر هم مسکون دارو من نگاه کن مرا مزبالگی مرا نگاه ما دارم کارخوز کار میام آخی ما بور کشیدم میتونم اون فرما دکو همین 2 فلاک هموشی نکن بوش کدام میرفتم نم خیلی خوب چوی ور دکو 2 تا اوز میکنم میبرم کارخوز دا کارخوز دا فایده من میرسه اون نمیشه با جای ما بارین هم پدر ما بشونین ما برام کارخوز دا کار کنم هم تنی اتاق یک پدر 10 تا پسر را نوری چشمان میکند ای خدایا هیچ پدر را بر پسر محتاج نکن. اظهار محبت از قلب پاک رنج و آزار دل داده و حسرت تنهایی این همه در ترانه جدید هنرمندی جوان خوش صدا فیروزی نمازلی. درد دلم را تو نمیدانی دوستت میدارم ای یاری جانی. با ستاره رپ تاجیک شان ام سی ما بعدی رفتن تو فهمیدم بهتر نمیشه بهتر دیگه کس نخم خطیمه میمونه همیشه. روزهای نزدیک در سر تا سر تاجیکستان به فروش میبراید. تلفن ها برای تماس 909 332 332